شهید نباید بازداشت شود، بلکه باید بی‌آبرو شود. بی‌آبرو که نشد. مولوی عبدالحمید در نیایشش برای ایران دعا می‌کند و آرزوی آزادی کشور را دارد. تو این مملکت زندگی می‌کنیم و این کشور خانه ماست. یالله این مملکت ماست. این سرزمین تو به ما، به ملت ایران دادی. یا رب برای ملت فرج بیاور و کشادگی بیاور. یا الله جو اختناق و جو فشار که بر این کشور ما مدت حاکم است و هیچ کسی نمیتونه حرف بزنه. یا الله این جو اختناق و فشار و یا الله بردار از این مملکت. یا الله اینجا آزادی بیاور که مردم حرفشون بزنن. الله ملت ایران فریاد آزادی میزنن. آزادی حقی الله این ملت